اگر برات بگویم فیصل جان قنی کشورهای اروپایی بسیار شکسته می سازد، بسیار شکسته می سازد، بسیار در این کشورها اشتغاس زیاد است، استرس زیاد است، مشغول مت یک کار دیگه مندازید، مشغول اسنادات، مشکلات، ورقت، برات پیسه مایسه و چیزایی که ارزش نمی داشته باشه در این کشورها. حقیقت میگم به خدا این پیسه در این کشورها به ارزش زیاد نداره. کوشش میکنی فکرم چند شوه، فکرم دیگه شوه، باید خدا جور کنم، نمیتونی. بعض جوانای ما در استرس میرن، کوشش میکنن دنمی تاریکی باشن، فقط دنمی تاریکی. خیلی وطندارای ما دچار مشکلات است، خیلی وطندارای ما را میبینیم به خصوص دنمی اروپا کلش استرس 50% داره، استرس. خیلی جگرخون میشم. بعض وطندارای ما را میبینیم به خدا قسم از این پیام به کسایی که از اروپا هستن، ما این جوانای وطن ما را میبینیم، این برادرای ما را میبینیم، کاکا کاکا، تایید تایید.